کانال ماینکرافت پی و دوستم. سلام، من یاشارم از کانال دفعه. خب من امروز میخوام یه تله حیوانات یاد بدم ولی با یاشار. خب بیا بریم یاشار. اول هرچی که مواد لازم، یعنی وسایل لازم: بلاک آف آرتز، حالا اسمشو اینا یاشار در بیارتم. همینا. نه اینجا بود. اینجا اینه دیگه مگه نه؟ آره همینه. ردستون رو در بیار. در بودن نمیدونه این اسمشو نمیدونه. این ردستون. خب لور در بیار. لور میدونه کدامه که؟ این در بیار میدم. اینها بیا اصلا بهت میدمش. نه این حال لور. خب بیا لور اینجا. خب دیگه لاوا بوکت در بیار. این آتیش آره نفت یعنی. خب حالا اینجا رو مثل من بذار. اینجا رو یه پله بذار. اینجا یه پله بذار. یاشا اینا نیست. خطا اشتباه باشید. ایه بذار. حالا تو از همونا استفاده کن. اب نداره هر رنگی باشه و هر جوری باشه اب نداره دوستان. من حالا میخواستم فقط این رنگ رو بذارم که ببینید. خب داریم میسازیمش. بهش کنیم یکی دوباره بزن. خب بچه این یاشار برات انگار نیست ولی داره خوب میذاره. آفرین. حالا تا هر چقدر دوست داشتیم تا اینجا بسته دیگه. خب نکنید زمین رو داغون کرد. خب حالا یه چی دیگه میخواستیم یادم رفت بهتون بگم. این چوبا هست اینا. حالا اسمش رو خیلی زیاد بود. نه من چوب دارم دست. از این چوب اونا نه از اینا. خب هر رنگی حالا باشه اب نداره. اینا رو ببخشید چی کار باید میکردیم بعدش؟ با بذاری که پارش بعد میرسیم نه یه چی دیگه هم یادم رفت دوباره. لادم میخوای بند منم گفتم بند. خب بند بعدش حالا نمیدونم پیستون اینجوری بود یا از ستی که پیستون بود. فکر کنم این پیستون بود دیگه. ام نداره حالا هر پیستون باشه. فعلا میبینیم چی کار باید بکنیمش. اینو اینجوری میذاریم. نه ببخشید اینو چجوری بذاریم به نظرتون؟ آره این دوتا اینجوری نگاه کن یاشار. اینجوری میبینی؟ بعدش اینجاشو میکنی. اینو میبریم اینجاشو میکنی. حالا یه دونه از این چوبا میذاریم. الان کجا چوبمون قشنگ دقیق قشنگ اینجا یعنی اینجا. یعنی حیوان بدبخت اینجا. آتیش کیه؟ آتیش که داریم. نه لور. خب یه لحظه یه علف چه کار میکنی؟ این مثل اسلحه شد. خب من این علف سبزی رو درست میکنم که رنگ علف باش خوشگل باشه. حالا نمیخواد بذارید نه برای قشنگی بگشم که زیرش حالا سبز باشه چی میشه.
آتیش 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 آتیش. خب دوستان آتیشو که ریختیم تمام میشه. خب دوستان تمام میشه. بریم حالا قشنگ اینجا دیگه اینجا آره میفته قشنگ که این آتیشه، یعنی از این آتیش اگه بده این بر بهتر میشه. آره خیلی عالی شد. خب حالا ردستون رو میریزیم. آره اینم ردستون. یا شهرجان بیا پشتش رو نگاه کن. تو اینجوری بذار من این پر کنم. نمیذاره آقا من. چیا؟ وای یا شار بخر اینم برای شما. خب آفر انگار ایش رو اشتباه گذاشتم. آره نه یعنی از این بر بزنیم. دوباره دوتا میذاره میشکنه و این به پایین باشه که این بخوابیم یاشار یه لحظه تا صبح بشه دوباره. بیا حالا هر جا گذاشتم من خوابم. باش خواب صاف شد. یاشار جان اشتباه گذاشتی. ردستون اینجوری این ردستون اینا که نه این از این ها از این ردستون. آره حالا دوباره اشتباه نداشته باشی. خب باید از همه طرف همین چون این تکه نمیخواد باید این اشتباه نشد. اشتباه گویدم از تو شوریه. ببخشید از این ردستون ها اشتباه بود ولی درست جاشو گذاشتیم. این ردستونه. خیلی ببخشید. آره اینو میشکنیم. بالاخره آدم یه اشتباهی میکنه. منم از نو گذاشتم. این چسبونش ها باید بچسبه که بیفته پایین قشنگ. برو کنار ایگاه میره میاد. اگه بذاریم این ردستون روش تو اشتباه گذاشتی یاشار. اینت باید این بری باشه اینجوری یعنی روشن. اینو روشن بکن. خب حالا یه حیوان بدبختی رو بیاریم. یه خوک. 2 تا خوک اینجا یاشار میتونی یکیشو برداری بندازی تو. یه خوک بدبخت حیوان بدبخت را بیاوریم. نه حواسم نبود یاشار اشتباه. به اول ایناشو ببندیم. بر من درست شد. نه غلطه. اینو بنداز. ببین نمیافته برای تو چون که اینجا رو باید علفکاری بکنیم.
اینجا رو آتیش بری. خب آماده شد. حالا 2 تا خوک من میارم. من خوک دارم. من یه خوکی دارم. اشتباه یا دوباره اشتباه کردی؟ اشتباه نکردم. کردی. نگاه کن. کو اینو اول بنداز. نگاه کن. این بالا نباید باشه. باید این مثل این باشه. پایین. جور کنی. بعد اینش رو یعنی ببندی اینجاش. اینجا رو عرض خالی میکنم. خب برای خوک میارم. این خوک برای من بود. بگیر. اصلا یه خوک دیگه میافریم. 2 تا خوک. آه یه بچه نینیش. بله بله. نه ولش بکن. نندازش. این گناه داره. آخه کجا میری؟ وایس سوم. بگیر. خب یه خوک. ببر. چیکار میکنی؟ من خوک رو گرفتم. منم خوکر رو گرفتم. اوپس. بذاریم. لای آماده شد. اینم خوک خوردن ما. یشار من اینجام. هستی بریم با هم دیگه بخوریم گوشت خوک؟ بله. بریم بچه. هر وقت گفتم 3 2 1 میدم. 3 2 1 بزن. دیدی؟ اینم تله ما. چه خوشگل. خب اگه 2 تا درست کردیم میتونیم به هم بچسبونیم. آره. برو 2 تا خوک دیگه بیار یاشار. باش. الان 2 تا خوک بیارم. بفرما. اینم 2 تا خوک اینجا.